به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در مورد داستان‌های امریکایی قرن 21 میلادی شروع میکنم. کتاب نماد گمشده، نوشته دن براون، ترجمه نوشین ریشهری که توسط نشر نگارین در سال 1388 در تهران چاپ شده. ابتدا خلاصه ای رو از زندگی دن براون متولد 22 ژوئیه 1964 میلادی رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو شروع میکنیم. دن براون در شهر اکستر نیو همشایر انگلستان به دنیا آمد. او خواهری بزرگتر به نام والری و برادری کوچکتر به نام گریگوری دارد. پدر دن، ریچارد براون که او را دیک صدا می‌کنند، در مدرسه عالی فیلیپس از مدرسه‌های ملی بسیار مهم انگلستان تدریس می‌کرد. او در سال 1962 استخدام و در سال 1997 بازنشسته شد. دیک در سال 1989 جایزه ویژه ریاست جمهوری امریکا را در بخش علوم و تدریس ریاضی از رئیس جمهور وقت جورج اچ دبلیو بوش دریافت کرد. دیک و همسرش کانی فرزندان خود را در محوطه دانشگاهی شهر اکستر بزرگ کردند. این محیط علاوه بر ملاقات شخصیت‌های برجسته علمی و دسترسی به منبع‌های درسی، فرزندان خانواده براون را با شاگردان برجسته‌ای از سراسر کشور آشنا می‌کرد که در رشد هوشی آنها مؤثر بود. دیک با مهارتی که در ریاضی داشت برای فرزندان خود معماهای سرگرم کننده‌ای طرح می‌کرد و همین زمینه‌ای برای رشد استعداد دن در طرح داستان‌هایی با زمینه معمایی بود. دن براون در مقطع دبیرستان وارد مدرسه عالی اکستر شد. روش تدریس در این مدرسه به شاگردان جسارت می‌بخشید تا عقیده‌های پذیرفته شده را زیر سوال ببرند. شاید همین کلاس‌ها و بحث و گفتگوها اندیشه آزاد را در ذهن دن براون شکل داد. او در مصاحبه‌های خود به نقش معلم‌های خود در پیشرفت او در نویسندگی اشاره کرده است. او حتی شخصیت اصلی داستان خود را در 2 کتاب شیاطین و فرشتگان و رمز داوینچی رابرت لانگدون فارغ التحصیل مدرسه اکستر معرفی می‌کند. او پس از مدرسه اکستر برای ادامه تحصیل به دانشگاه امرست رفت که شباهت زیادی با مدرسه اکستر داشت. امرست نیز موقعیت مناسبی برای رشد خلاقیت نویسندگی او بود و از بهترین دانشکده‌های علوم انسانی است که نویسندگان بسیاری را در خود پرورده بود. دن براون کارشناسی خود را در ادبیات انگلیسی از همین دانشکده دریافت کرد. پس از آن به هالیوود رفت تا به عنوان ترانه‌سرا مشغول کار شود. یکی از ترانه‌های او در مراسم المپیک 1996 آتلانتا خوانده شد، ولی این نوع زندگی بسیار دشوار بود و به همین دلیل کار خود را رها کرد. سپس برای 1 سال در دانشگاه سویل اسپانیا در رشته تاریخ هنر به تحصیل پرداخت. در سال 1993 میلادی به انگلستان برگشت و مانند پدر در مدرسه عالی اکستر مشغول تدریس شد. با اینکه زندگی یک معلم مانند دنیای موسیقی هیجان انگیز نبود، ولی زمینه خوبی برای پیشرفت در نویسندگی بود. خب با من همراه باشید که سخنی از ناشر و سخن مترجم رو برای شما بخونم. در زمانه حاضر منافع فراماسون‌ها، صهیونیست‌ها، شیطان پرستان و تمامی گروه‌های پلید دیگر که امروزه
در حاکمیت‌های سیاسی جهان نیز نفوذ کردند یکی شده و قصدی جز از بین بردن اخلاق، انسانیت و ادیان الهی را از جوامع بشری ندارند. خوب است از آثاری که افشاگر این پلیدی هاست اطلاع بیشتری حاصل کرد و آنها را مطالعه نمود تا با آگاهی هرچه بیشتر به مقابله چنین توطئه‌هایی پرداخت. به اعتقاد این جانب نویسنده این کتاب در آثار گذشته و داستان اخیر بنابر محدودیت‌های اعمال شده حاکمیت‌های سیاسی دنیای غرب در لفاف قصه‌های پیچیده و رمزگونه خود سعی در افشاگری بخشی از این پلیدی‌ها نموده. البته امکان دارد برخی با برداشت من موافق نباشند و در این صورت حتی اگر این جانب در برداشتم از این آثار اشتباه کرده باشم، خواننده فهیم ایرانی با برداشت صحیح و تجزیه و تحلیل درست خود از ماجراهای کتاب و با پردازش آنها بهره برداری آگاهانه‌ای خواهد کرد. به هر حال اطلاع از آثاری که در کشورهای دیگر نوشته و به چاپ می‌رسد با بینش مدبرانه و بهره برداری مفید خواننده برای آگاهی از آنچه که در جهان می‌گذرد مفید خواهد بود و این مستلزم بینش صحیح اخلاقی و دینی و مدیریت آگاهانه در برداشت از آن داستان‌ها خواهد بود که ما را در مقابله با پلیدی به سپر دانش مجهز خواهد کرد. نشر نگارینه برای در دسترس قرار دادن ادبیات روز جهان برای خوانندگان ایرانی تاکنون با این کتاب موفق به طبع 5 کتاب داستانی یعنی همه آثار داستانی دن براون شده است. البته از دیدگاه من این داستان از بهترین قصه های این نویسنده موفق و جنجالی انگلیسی الاصل است که سرکار خانم نوشین ریشهری نیز در ترجمه این آثار به خصوص کتاب حاضر کوشش عظیمی در نزدیکی مفاهیم مورد نظر نویسنده برای خواننده ایرانی نموده است که قابل قدردانی است. در پایان نشر نگارینه امیدوار است رضایت خوانندگان فرهیخته ایرانی را که خواهان ادبیات روز جهان است فراهم کرده باشیم. منصور جامشیر، مدیر مسئول نشر نگارینه. اما سخن مترجم. نیویورک جایگاه مجسمه آزادی شهری تجاری است که نبض بورس امریکا در آنجا می‌تپد. کلان شهری برای جلب مهاجر که مدتها نخستین دروازه ورود به امریکا بود. شاید بپرسید امریکا چه نیازی به مهاجر دارد؟ اما جذب مهاجر شیوه سیاسی و تجارتی سودآور است. از یک سو امریکا را دموکرات ترین کشور جهان و پناهگاه روشنفکران و مهد آزادی خواهی معرفی می کند و از سوی دیگر نیروی کار تازه نفس جذب می نماید. و اینکه مجسمه آزادی چگونه سر از نیویورک درآورد، هرچند کشیدن راهن سراسری امریکا از سال 1869 میلادی آغاز شد و شرق و غرب امریکا را به هم متصل کرد، اما مسئله مهم برای امریکا برقراری راهی بود تا کالاهای خود را به سراسر جهان بفرستد. مردی فرانسوی پیشنهاد کرد تا تنگه پاناما را که آبراهی کوچک بود به اندازه‌ای بزرگ کند تا کشتی‌های باری بتوانند از آن عبور کنند. امریکا بخش عظیم هزینه را پرداخت و به نام فرانسه تمام شد. اما دولت فرانسه برای تشکر از امریکا مجسمه غول پیکر عظیم‌تر از پیکره خدایان یونان را ساخت و به نام مجسمه آزادی به امریکا هدیه کرد. جالب این که مجسمه آزادی را بردگان سیاه نصب کردند. هرچند امریکایی‌ها ماجراجویند و تاریخشان ریشه در ماجراجویی دارد، اما از ابتدای جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها سعی کردند وارد جنگ نشوند. گویی اینکه پشتیبان متفقین بودند. به هر حال 4 ماه بعد از دیدار چرچیل
نخست وزیر انگلستان و روزولت رئیس جمهور وقت امریکا که با 2 کشتی به ملاقات یکدیگر رفتند و روی آب دیدار و صحبت کردند و پس از اینکه بندر پرل هاربر توسط ژاپنی‌ها مورد حمله قرار گرفت، روزولت که گویی منتظر این حمله بود به ژاپن اعلام جنگ داد و در سال 1942 میلادی و در جنگ جهانی دوم بود که شاخه‌ای از نیروی نظامی شروع به فعالیت امنیتی کرد. مرکزی به نام OSS دفتر خدمات استراتژی فعال شد. این دفتر مقدمه سازمانی شد که در جولای 1947 میلادی CIA سازمان امنیت ملی CIA از آن شکل گرفت. سازمانی اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، امنیتی و غیر نظامی که فعالیت‌هایش هیچگاه مشخص نشد و در اسرار باقی ماند. در سال 1966 ساختمان مرکزی CIA در چند مایلی واشنگتن با صدها دوربین و نمایشگر حفاظتی با بودجه سنگین و مصالح مقاوم در برابر انفجار ساخته شد. ماهواره‌های جدید به CIA کمک کردند تا با فیلمبرداری از کشورهای مختلف جهان اطلاعات زیادی به دست آورند. اطلاعاتی که نقش فعال در سرنگونی رژیم‌های امریکای لاتین و آفریقا همینطور کودتای کشورها داشته است. این مؤسسه با در اختیار داشتن بالاترین تجهیزات جاسوسی جهان دفترهای مخفی در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی دارد. حدود 20,000 کارمند رسمی به جز خبرچین‌ها، آدمفروش‌ها و عوامل نفوذی در تلاشند تا هر روز صبح گزارش روزانه‌ای روی میز کار رئیس جمهور در دفتر بیضی کاخ سفید بگذارند. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی، ضعف شدید سازمان برملا شد و بازنگری جدیدی در ائتلاف چند ارگان موازی صورت گرفت و سازمان اطلاعات ملی برای هماهنگی CIA، FBI، پلیس مخفی، پلیس فدرال، گارد امنیت ملی، گارد ملی، اطلاعات ارتش و چند ارگان دیگر تشکیل شد. از آن پس CIA بسیاری از مأموران FBI را تحت آموزش ویژه قرار داد. در ضمن درون CIA سازمان دیگری شکل گرفت به نام OS که جاسوسی جاسوسان امریکایی را می کند. در سال 1793 میلادی اولین سنگ بنای عمارت کنگره در واشنگتن دی سی بنا نهاده شد. در تصویری که موجود است، جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا را در لباس کامل فراماسونری نشان می دهد که در ساعت 11:15 ساعتی که توسط جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، نویسنده، مخترع، مؤسس و سیاستمدار و پیر لونپان، مهندس معمار فرانسوی ساختمان که همه فراماسون بودند و با مطالعه صور فلکی آن ساعت را خوب تشخیص دادند، سنگ اول ساختمان را کار می‌گذارند. فراماسونری سازمان برادری است، سازمان اخوت با مراسم و سنت‌های خاص که درجه‌های متفاوتی دارد و هر مبتدی با طی کردن مراحل خاص و در طول سالیان به مدارج بالاتر دست پیدا می‌کند. در این کتاب با بخشی ملموس از آنچه که همکنون در فراماسونری امریکا می‌گذرد آشنا می‌شوید. اینکه در عصر اینترنت مراسم قربانی، نوشیدن خون از جمجمه آدمی و سنت‌های دیگر اجرا می‌شود و چگونه برخی به مرحله 33 یعنی بالاترین مرحله فراماسونری می‌رسند و باز اینکه چگونه کسی که با نیرنگ به درونشان رخنه کرده است از اسراری پرده برداری می‌کند که راز سیاستمداران به نام اعضای برجسته کنگره، نمایندگان کشور و همینطور فرمانده CIA برملا می شود. در این کتاب
درباره علم جدید بخوانید. علم شگفت‌انگیز نوئوتیک، مخلوطی از عرفان و فیزیک که به شکلی ناباورانه با روح آدمی در می‌آمیزد. رمان جذاب و گیرای دیگری از دن براون که پیش رو دارید در روز اول پخش 10 میلیون جلد از آن به فروش رفت. نوشین ریشهری، مترجم. اما میریم با هم دیگه این کتاب زیبا رو شروع کنیم، کتابی که پرده از اسرار رازهای مخوف آمریکا برمی‌داره. امیدوارم که از نثر و روایت این کتاب خوشتون بیاد و این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید. کتاب بسیار قطوری است که قطعاً من چند صفحه رو بیشتر نمیرسم برای شما بخونم. اما ابتدای فصل 1 با این جمله شروع شده: زندگی کردن در دنیا بدون توجه به معنای دنیا به این میماند که در کتابخانه بزرگی پرسه بزنید بدون اینکه کتابها را لمس کنید. آموزش پنهان تمامی سالها. واقعیت: در سال 1991 سندی در گاف صندوق مدیر CIA دفن شد. تا به امروز سند آنجاست. نوشته‌ای رمزی است و شامل مراجعی به یک ورودی قدیمی و منطقه‌ای ناشناخته است که زیر زمین قرار دارد. در ضمن سند شامل عبارتی است: جایی در آنجا مدفون شده است. تمام سازمان‌های نام برده شده در این کتاب وجود دارند که شامل فراماسون‌ها، دانشکده‌های نادیدنی، دفتر امنیتی، SMSC، سیستم پیام‌های کوتاه رمزی و مؤسسه علوم نوتیک. تمامی تشریفات مذهبی، علم، کارهای هنری و بناهای یادبود این کتاب واقعی است. بخش آغازی: عمارت معبد، ساعت 8:33 بعد از ظهر. آن راز چگونه مردن است. از آغاز زمان همیشه آن راز چگونگی مردن بوده است. تازه وارد 34 ساله به استخوان جمجمه بشری که در دست میچرخاند خیره شد. جمجمه مانند کاسه‌ای سوراخ بود، مملو از شراب قرمز به رنگ خون. به خود گفت آن را بنوش، نباید بترسی. بنابر سنت سفرش را با پوشیدن لباس آراسته مراسم مذهبی مرتدهای قرون وسطی آغاز کرد و به سمت چوبه دار هدایت شد. یقه باز بلوز گشادش سینه رنگ پریده‌اش را در معرض دید قرار می‌داد. شلوار پای چپ تا زانو بالا زده شده و آستین دست راست تا آرنج تا زده شده. حلقه طناب سنگین اطراف گردنش آویخته بود. برادر دینی آن را کابل یدک‌کش نامید. به هر حال امشب مانند برادران دینی متحمل شهادت مثل یک مرشد لباس پوشیده بود. گروه برادرها که همه لباس فاخر پرستش پوشیده بودند با پیشبند پوست بره، عمامه و دستکش سفید اطرافش حلقه زدند. در آن نور خفه جواهرات مخصوص مراسمی که به گردن آویخته بودند مانند چشم روح می درخشید. بسیاری از آن مردان موقعیت‌های قدرتمندی داشتند. با این حال تازه وارد می دانست که مقام‌های والایشان در این 4 دیواری هیچ معنایی ندارد. اینجا تمامی مردان مساوی بودند. برادران قسم خورده‌ای که در تعهد سری شریک بودند. همانطور که به آن گروه رام کننده می نگریست، تازه وارد در عجب بود که در دنیای بیرون چه کسی باور می کند که چنین مجموعه‌ای از مردان در یک جا جمع شوند، آن هم در چنین جایی، اتاقی که به جایگاه مقدس الهی از دنیای کهن می ماند. واقعیت به مراتب عجیب‌تر بود. من تنها یک خیابان با کاخ سفید فاصله دارم. نشانی این عمارت عظیم واشنگتن دی سی، خیابان 16 شماره 1733 است. به نسخه ای از معبد اولیه مسیحیت. معبد
و مقبره اصلی شاه ماسولوس میماند، محلی که بعد از مرگ اشغال میشد. در دو سوی درهای برنزی ورودی 2 مجسمه ابوالهول 17 تنی گارد گرفتند. داخل ساختمان راهروهای پرپیچ و خم تزئین شده بود با تالارهای ویژه تشریفات مذهبی. سالن‌ها، سردابه‌های مهرموم شده، کتابخانه‌ها و حتی دیوار مجوفی که بقایای 2 بدن آدمی را در خود داشت. به تازه وارد گفته بودند که هر اتاق این ساختمان رازی دارد. با این حال او می‌دانست که هیچ اتاق دیگری رازی ژرف‌تر از این تالار عظیم نداشت که همینک او روی کف آن زانو زده و اسکلت سر آدمی را در دست گرفته بود. تالار معبد. این اتاق 4 گوش و انبار مانند بود. سقف چشمگیر و بلند 100 فوتیش با ستون‌های یک پارچه گرانیت سبز پشتیبانی می‌شد. ردیفی از صندلی‌های دسته‌دار روسی به رنگ فندقی سیر با نشیمن پوست خوک دور اتاق بود. کنار دیوار شرقی نیمکتی به درازای 33 فوت پشت ارگی با لوله‌های پنهان قرار داشت. آن دیوار مانند لوله‌ای شکل نمایی مملو از سمبول‌های کهن مصری، یهود، ستاره شناسی، کیمیاگری و سایر نمادهای ناشناخته بود. امشب آن تالار معبد با ردیفی از شمع روشن بود که به طور خاصی چیده شده بودند. روشنایی اندک آنها با اشعه رنگ پریده مهتاب که از میان شیشه‌های سوراخ سقف به درون میتابید، اتاق را به حالت میخکوب کننده روشن میکرد. محراب قربانگاه عظیم صیقلی تراشیده شده از مرمر سیاه بلژیکی درست در مرکز آن تالار 4 گوش قرار داشت. تازه وارد به خود یادآوری کرد که آن راز چگونه مردن است. صدایی زمزمه کرد وقتش است. نگاه تازه وارد از روی شخصی که با ردای سفید مقابلش ایستاده بود گذشت. ارباب والای پرستش. مردی بود در اواخر سالهای 50 با مشخصه های امریکایی، خوش ترکیب، تنومند و فوق‌العاده ثروتمند. موهایش که زمانی تیره رنگ بود، اینک نقره‌ای و چهره مشهورش با آستابی از عمری قدرت و هوشی سرشار بود. ارباب پرستش با صدایی به نرمی ریزش برف گفت: سوگندت را ادا کن، سفرت را کامل کن. سفر تازه وارد مانند تمامی این گونه سفرها از اولین درجه شروع شد. در آن شب در مراسمی مشابه همین مراسم ارباب پرستش با چشم‌بند ابریشمی چشمان تازه وارد را بست و خنجر تشریفاتی را روی سینه برهنه‌اش فشرد و از او پرسید: آیا به شرفت قول می‌دهی که بدون فشار و نفوذ یا هر انگیزه بی‌ارزش دیگر به آزادی و به دلخواه خودت را نامزد اسرارها و امتیازهای این انجمن برادری نمایی؟ تازه وارد به دروغ گفت: قول می‌دهم. ارباب پرستش هشدار داد: پس بگذار در ذهنت نقش بندد که تا زمان مرگ هرگز به اسراری که واقف می‌شوی خیانت نمی‌کنی. در آن زمان تازه وارد نترسید. آنها هیچگاه هدف حقیقیم را نخواهند فهمید. به هر حال امشب با احساس پیش آگاهی نسبت به تشریفات معبد ذهنش شروع به یادآوری هشدارهایی کرد که در طول سفر دریافت کرده بود. از پیامدهای وحشتناکی که در صورت بازگویی اسرار در انتظارش بود. ترسید. گلویت گوش تا گوش بریده می شود. زبانت را از بیخ بیرون می کشند. روده هایت را در می آورند و می سوزانند. بند بند تنت از هم جدا می شود. قلبت را در می آورند و به حیوانهای وحشی می دهند. ارباب چشم خاکستری دست چپش را روی شانه تازه وارد گذاشت. برادر، آخرین سوگندت را بگو. تازه وارد برای آخرین مرحله سفر آماده شد.
جسم عضلانی را صاف کرد و نگاه را به جمجمه‌ای دوخت که در دست داشت. در نور کمرنگ شمع‌ها شراب قرمز داخل آن به سیاهی می‌زد. تالار در سکوت مرگباری فرو رفته بود و تازه وارد حس می‌کرد شاهدان مراقبش هستند و منتظرند آخرین سوگند را ادا کند و به آنها و جمع برگزیده‌شان بپیوندد. اندیشید امشب درون این دیوارها اتفاقی می‌افتد که در تاریخ انجمن برادری بی‌سابقه بوده است. طی قرن‌ها هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. می‌دانست جرقه‌ای خواهد درخشید که به او قدرتی بی‌اندازه می‌دهد. توانمندانه نفس عمیقی کشید و با صدای بلند همان حرف‌هایی را گفت که مردان بیشماری پیش از او در کشورهای مختلف در سراسر دنیا گفته بودند. بگذارید این شرابی که می نوشم شرنگ مرگ من باشد. اگر هرگز دانسته یا خواسته قولم را زیر پا بگذارم. گفته‌هایش در آن فضای خالی بازتاب شد. سپس همه جا ساکت شد. دستهای بدون لرزش تازه وارد جمجمه را به سمت دهان برد و تماس استخوان سرد را با لب‌هایش حس کرد. چشم را بست و با جرعه‌ای بزرگ و طولانی شراب را نوشید. بعد از آخرین قطره جمجمه را پایین آورد. برای لحظه احساس کرد گلویش به هم فشرده شد و ضربان قلبش دیوانه‌وار بالا رفت. خدای من، آنها می‌دانند. اما آن احساس همانطور که سریع آمد به تندی گذشت. گرمای مطبوعی در سراسر بدنش دوید. تازه وارد نفس عمیقی کشید و لبخند زنان چشم به چشم خاکستری و بدون سوءظن کسی دوخت که حماقت کرد و او را پذیرفت تا در مخفی ترین اسرار انجمن برادریش شریک شود. تو به زودی از دست خواهی داد آنچه که برایت عزیز هستند. فصل اول. آسانسور راواتیس OTIS شرکت سازنده آسانسور در حالی از بخش جنوبی برج ایفل بالا رفت که مملو از گردشگر بود. در آن شلوغی تاجر موقری با کت و شلوار اتو کشیده به پسر بچه‌ای که کنارش ایستاده بود نگاهی انداخت و گفت: پسر، رنگت پریده، باید همان پایین روی زمین میماندی. پسر در حالی که سعی میکرد اضطرابش را پنهان کند پاسخ داد: من خوبم، در طبقه بعدی پیاده میشوم. نمیتوانم نفس بکشم. مرد به سمت پسر خم شد و با احساس گونه پسر را نوازش کرد و گفت: فکر کردم دیگر به آن غلبه کرده ای. پسر از اینکه پدرش را نومید کرده بود خجالت کشید، اما گوشهایش سود میکشید و نمیتوانست درست بشنود. نمیتوانم نفس بکشم. باید هر چه زودتر از این جعبه خارج شوم. آسانسور با ساختمان آهنی محکم مطمئن مینمود. زیر پایشان خیابان‌های پاریس به هر سو امتداد داشتند. پسر بچه به خودش گفت: داریم میرسیم. گردن کشید تا سکوی توقف را ببیند. کمی دیگر صبر کن. زمانی که به زاویه شیبداری رسیدند که به سمت جایگاه مخصوص دیدن منظره دوم میرفت، راه عبور باریک شد، به طوری که به تونلی تنگ و عمودی میماند. پسر گفت: پدر، فکر نمی کنم. به ناگاه صدای عجیبی از بالای سر شنیده شد. آسانسور لرزید و به طور مورب به یک سو خم شد. کابهای اطراف شروع به لرزیدن کردند. مانند مار تکان می‌خوردند. پسر دست به سوی پدر دراز کرد. پدر! پدر! نگاهشان با وحشت به یکدیگر خیره ماند. سپس کف جدا شد. رابرت لانگدون روی صندلی راحتی چرمی مستقیم نشست. در بی‌حواسی رویایی روزانه قرار داشت. به تنهایی در کابین جادار جت فالکون نشسته بود که در مسیر پیش می‌رفت. صدای منظم موتور در پس زمینه شنیده می‌شد. از دستگاه ارتباطی بالای سرش صدای گفت: آقای لانگدون، به مقصد نهایی رسیدیم. لانگدون صاف شد و کاغذهای متن سخنرانیش را داخل کیف دستی گذاشت. در میانه مرور
مرور سمبول‌های فراماسونی بود که افکارش منحرف شد. لانگدون مشکوک بود. آن آخرین رویایی که در بیداری و درباره پدرش داشت با این دعوت نامنتظره صبح که از سوی مربی و مرشد قدیمیش پیتر سالمون دریافت کرد تحریک شده بود. مردی که هرگز نمیخواهم او را نومید کنم. آن نوع پرست و بشردوست 58 ساله، عالم و تاریخدانی بود که از 30 سال پیش او را زیر پروبالش گرفت و از بسیاری جهتها جای خالی پدر مرده‌اش را پر کرد. علیرغم نفوذ پرقدرت شجره خانوادگی و ثروت بیکرانش، لانگدون در چشمان خاکستری آن مرد سالمون تواضع و محبت دید. بیرون پنجره آفتاب در حال غروب بود، اما لانگدون می توانست نیمرخ باریک دنیا را در بزرگترین ستون هرمی شکل ببیند که مانند مناره‌ای مارپیچ از شاخص دنیای کهن می نمود. در ستون مرمرین شکل 555 فوتی قلب این ملت حک شده بود. تمامی اطراف هرم خیابان‌های دقیق هندسی و شاه‌های بناهای یادبود قرار داشتند. حتی از آن بالا واشنگتن دی سی قدرتی مرموز می‌پراکند. لانگدون عاشق این شهر بود و به محض تماس چرخ‌های جت با زمین احساس هیجان کرد. جت به سوی ترمینال خصوصی فرودگاه بین‌المللی دالاس رفت و توقف کرد. لانگدون وسایلش را جمع کرد و بعد از تشکر از خلبان قدم به پله‌های خروجی گذاشت. باد سرد ژانویه احساس خوبی داشت. اندیشید: رابرت نفس بکش و او از هوای آزاد لذت برد. مه سفیدی همه جا را پوشانده بود و لانگدون با قدم گذاشتن روی آسفالت خیابان احساس کرد درون ابهام آن فرو رفت. صدایی با لهجه انگلیسی از آن طرف خیابان داد کشید: سلام پروفسور لانگدون. لانگدون دید که بانوی میانسالی با تابلویی در دست به سوی او میآمد و با خوشحالی دست تکان میداد. موهای فرفری طلایی‌اش زیر کلاه بافتنی مخفی شده بود. آقا، به واشنگتن خوش آمدید. لانگدون لبخند زد. متشکرم. زن که لحن صحبتش چندان آرام بخش نمی نمود گفت: اسم من پم است. از بخش خدماتی مسافران هستم. با من بیایید. اتومبیلتان آماده است. لانگدون او را تا ترمینال خروجی که در احاطه جت‌های خصوصی براق بود تعقیب کرد. تاکسی مخصوص ثروتمندان و شهیرها. زن با صدای خجولانه گفت: پروفسور، نمیخواهم ناراحتتان کنم، اما شما همان رابرت لانگدون هستید که درباره سمبول‌های مذهبی کتاب می‌نویسید؟ لانگدون پس از کمی مکث سر تکان داد. زن با توجه گفت: حدس می‌زدم. گروه کتابخوانم کتاب‌هایی را که شما درباره زنان روحانی کلیسا نوشته‌اید می‌خواند. چه ماجرای مفتضح شیرین! شما از اینکه روباه را در قفس مرغ‌ها بیاندازید لذت می‌برید. لانگدون لبخند زد. هدف من مفتضح کردن نبود. به نظر می رسید که زن متوجه شد لانگدون حال و حوصله بحث درباره کتاب‌هایش را ندارد. متاسفم، وراجی کردم. می‌دانم شما دوست نداری شناخته شوید، اما این تقصیر شما نیست. بازیگوشانه به لباس لانگدون اشاره کرد. یونیفرمتان شما را لو می‌دهد. لانگدون اندیشید: یونیفرم من، و نگاهی به خود انداخت. مثل همیشه بلوز سیاه یقه اسکی، کت توید پشمی خاکی رنگ، شلوار دانشگاهی معمولی به تن داشت. همان لباسی که سر کلاس می‌پوشید. به سخنرانی رفت، عکس می‌انداخت و در مراسم اجتماعی شرکت می‌کرد. زن خندید. آن بلوزهای یقه اسکی خیلی مشخصند. با کراوات تیزهوش‌تر می‌نمایید. لانگدون اندیشید: امکان ندارد به فضولی می‌نماید. 6 روزی که لانگدون در آکادمی اجرایی فیلیپس شرکت کرد باید فوکل و کراوات می‌زد و علیرغم ادعای شاعرانه رؤسا منشأ آن کراوات‌های ابریشمی سخنران‌های رومی بودند که از آنها استفاده می‌کردند تا تارهای صوتیشان را گرم نگه دارند. لانگدون به جهت علم ریشه‌یابی واژه‌ها آن را می‌دانست.
کروات به واقع از لغت بیریشه کرود گرفته شده که سربازان مزدور به تقلید از نجبا و بزرگان پیش از رفتن به جنگ دستمالی به دور گردنشان می‌بستند و آن را گره می‌زدند تا به امروز آن سنت قدیمی توسط نجبای امروزی حفظ شده و امیدوارند تا در جنگ‌های کلاسی با دشمنانشان صمیمی شوند. لانگدون با خنده گفت از توصیه‌تان متشکرم. سعی می‌کنم در آینده بیشتر از کروات استفاده کنم. خدا را شکر. مردی با حالتی حرفه‌ای و کت و شلوار تیره از اتومبیل لیموزین پارک شده نزدیک ترمینال پیاده شد و با اشاره انگشت گفت آقای لانگدون، من چارلز هستم. در عقب مخصوص مسافر را باز کرد و افزود عصر بخیر آقا، به واشنگتن خوش آمدید. لانگدون از پم تشکر کرد و سوار اتومبیل شد. راننده به او نشان داد چگونه حرارت را تنظیم کند. بطری آب را بردارد و کیک داغ اگر میل دارد صرف کند. لحظه بعد لانگدون با سرعت در جاده خلوت پیش می‌رفت. پس از آن نیمه دیگر مردم اینطوری زندگی می‌کنند. راننده سرعت گرفت و با اجازه از مسافرش تلفن را برداشت و با حالتی حرفه‌ای گفت لیموزین جاده‌ای هستم. میخواستم اطلاع بدهم که مسافرم وارد شد. بله آقا، مهمان شما آقای لانگدون رسیدند. من ساعت 7 ایشان را به عمارت کنگره میآورم. قابلی ندارد قربان. و تلفن را قطع کرد. لانگدون لبخند زد. هیچ کازه‌ای زیر نیم کاسه نمیماند. توجه پیتر سالمون به جزئیات یکی از خصوصیات خوبش بود. به او قدرتی میداد تا بتواند از توان ذاتیش به راحتی استفاده کند. آن چند بیلیون دلار توی بانک هم بی تاثیر نبود. لانگدون درون چرم نرم صندلی فرو رفت و همانطور که سر و صدای فرودگاه از پشت سرش محو میشد چشمانش را روی هم گذاشت تا عمارت کنگره ایالات متحده نیم ساعت فاصله بود و لانگدون خوشحال بود چون میتوانست افکارش را جمع و جور کند. اتفاقهای امروز چنان سریع رخ دادند که لانگدون تنها اینک میتوانست مشتاقانه درباره غروب افسانه‌ای و باور نکردنی که پیش رو داشت بیاندیشد. لانگدون اندیشید وارد شدن زیر حجابی از اسرار چشمانداز سرگرم کننده‌ای داشت. در 10 مایلی عمارت کنگره موجودی با اشتیاق برای ورود لانگدون آماده میشد. و فصل دوم. با توجه به اینکه وقت من تموم شده دیگه نمیتونم این کتاب رو برای شما بخونم. این کتاب 672 صفحه هستش که امیدوارم که اگر از مشکوک بودن کتاب ها خوشتون میاد بگیرید و حتما این کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.